در فیلیال دانشکده حربی وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند مراسم تنتنوی سوگندیاتکنی سربازان هیئت ذخیره‌های دعوتی سفربری برگزار گردید. این چاره‌بینی مهم حربی با اشتراک معاون وزیر مدافعه جمهوری تاجیکستان، راهبریت دانشکده، افسران و آموزگاران، اینچنین پدر و مادران و نزدیکان نواسکران دایر شد. در جمع آمد باشگاه 300 نفر سربازانی که طبق طلبات ماده 37 قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی اختیارا و با پرداخت مبلغ معین در هیئت ذخیره‌های دعوتی سفربری جلب گردیده بودند، عهدهداری یا خود خدمت حربی را با گذشتن از جمع آمد یک ماهه حربی ادا کرده بهر صداقت به خلق و وطن سوگند حربی یاد نمودند. مراسم با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده بعدا نواسکران نزد پرچم دولتی و راهبریت نظامی سوگند حربی را قرائت نمودند. لحظه سوگند یادکنی برای هر یک جوان رمز مسئولیت، جوانمردی و احساس بلندی وطندوستی محسوب یافته، والدان نیز با افتخار فرزندان خود را در صف محافظان وطن مشاهده می‌کردند. جایز به قید است که سوگند حربی تنها یک مراسم رمزی نبوده، بلکه عهدهداری جدی و مسئولیت بزرگ میباشد. سوگند این اجرای وظیفه مقدس خدمت به خلق و وطن، حفظ آرامی و ثبات و تامین امنیت دولت است. هر یک سرباز با قبول سوگند مسئولیت خود را در نزد دولت، ملت و مردم احساس نموده، قول دادند که تا آخرین نفس به وطن صادق میمانند. در ظرف 35 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در حقیقت یک نیروی مکمل مستحکم قادر گشته جوانان غیور این دوران صاحب استقلال می توانند در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شده برای وطن خود، برای مرز بوم خود اجدادان نامآور خود را محافظت نمودند. آمادگی جدی آمده در پهلوی همدیگر ایستاده وطن خود را محافظت نمایند. روز از روز بهتر گردیده شرایط معیشی و فراغتی و استراحتی و تعلیمی بازه‌های مادی تعلیمی امروزها روز از روز افزوده ایستاده است. تمام واسطه‌های تامیناتی تعلیمی مادی امروز میرسند به هیئت شخصی آموزنده میشوند و برنامه‌های تعلیمی از جانب هیئت شخصی هضم میگردند، یعنی که از خود کرده میشوند. معاون وزیر مدافعه جمهوری تاجیکستان ضمن برآمد خود به سربازان خدمت صادقانه و صافت‌دلانه و از خود نمودن دانش‌های حربی، انتظام نمونوی و اراده مستحکم تمنا نموده ابراز داشت که حفظ امنیت دولت و آسایش مردم وظیفه مقدس هر یک شهروند با ننگ و ناموس میباشد. ذکر گردید که محض احساس بلندی وطنداری و جوانمردی این جوانان را به هم آورده است تا در راه حفظ دستاوردهای استقلال دولتی و ارزش‌های ملی سهم گذارند. امروز جوانان کشور با درک مسئولیت شهروندی خدمت حربی را اختیار نموده آمادگی خود را برای حمایت دولت و ملت اظهار می‌دارند. در آخر چاره‌بینی نواسکران با گذشت نظامی و تحت نوای متنتن ارکستر حربی مهارت آمادگی خود را نمایش دادند. قدمزنی متحد و نظامی جوانان، بازگوی روحیه بلند، انتظام حربی و آمادگی آنها برای خدمت به وطن مادر ارزیابی گردید.